سلام چطورید؟ من هستم و خوش اومدید به چنل خودتون، یعنی چنل تاکرفت. خب آقا داریم برای سگ نخندی خفن با رفیقشم آقاششم امیرعلی. مشرم بریم صبر کن. بازی بدون چالش کیف نمیده. من چند قبول دارم. اگه این ویدیو هر کی باخت الان بازی میکنیم. هر کی باختش شما توی کامنت ها میگین که چه مجازاتی انجام بده. هر کامنتی هم که بیشترین لایک بخوره اون کامنت انجام میدیم برای بازنده. بریم. فقط کامنتاتون یه جور نباشه که برین تهران مثلا، یه عادی. چه سنگی شوب در گردش هست امام باپه یه برگردون و تموم بازی رو میبره به کنار هزارتان آخوند و بیش تبریک شده شد. شیخ دیابته پاس میده به عقب، ملا دینیا و توی دروازه شیخ الدین زیدان. ما هم یه شیخ داریم تو مدرسه هم فوتبال بازی میکنیم. چرا شیخ هم فوتبال بازی میکنن؟ فوتبالش هم خیلی خوبه. دقیقا این در گردش هست امام باپه یه برگردون و تموم تیرک بازی رو میبره به کنار هزارتان اینو نایدی دیدیم نایدی بابا تبلیغات زوم این زومش هم کرد هموش یا اول فصل آخه ها این ویدیو این خنده داشت. Make your browser fast. نور رو روشن نکردیم. میکروفون بود. نور رو Make your روشن browser نکردیم. fast. راست Make your browser safe. شین قطع کنی بده بخشیم صبح کن شکو پیداش کردم. ببینید با این کار کنید نام شد. هر کدام خواستی از اینجا بگیر اسپیس بزن کلیک بشون بریم. حرف کن اسکل خواه بتونیم با این کار کنیم. چرا با اون کار کنیم؟ بس نور روش میمونی برای نور هم حتی هزینه کردیم، شما لایک نمی کنید. خب بریم برای ویدیو. خود نور رو ملایم کرد کنم زیاد که من نمیشه. چشم سا نگاه کن. باشه سب کن لبخند اینجوری بگیری نداریم، یا لبخند بگیری لبخند بزنی. بالا رو نگاه کن ویدیو رو نگاه کن. حتی صدا بیاد ازت باختی. آقا صورت یعنی پوکر فیس نگه دار همین حالت هستی. راح معلم انت لعيبه
دفاعیه بسیار همراهی تماشاشی ها صدای تماشاشی چی میشه اون کمش نمیشه نمیشه بات ای سود نزن دیگه ای اوف بنده خدا من نجاتش گیر من اصلا نمیتونم جلو خندم نگیرم خند باش داریم میخند آقا من یک امیرعلی صفر هنوز هم؟ آقا این دو آیا دیدی گل AI generated. از پایین ای این بخنده من دیگه میتونم آزادم از اول آقا نگفت من قبول ندارم نه در اصل کیبورد درون دست ما نیست هست نیست باشه کنم زیر بازه خب خندید یک مساوی بریم الان کلاس من دیده بودم مثلا داشت این بیشتر دردناکه یس 2-1 برمیگرد میکروفون بچه برمیگردیم به بریم برای ویدیو بعدی الان 2-1 به نفع سلطان کم برم مجازات بشی عزیز دلم با خدا کنه این 5 تمام بشه داشت نمیشه بزنی یه کانال دیگه فقط همین بزن میکی کلافه باحاله دورم این کار رو اصلا دنبال نکنید به درد نمیخوره بجاش ما رو بسیار میکی کلافه خیلی بهتره داشت نمیتونی بیا بیرون همین رو بزن باز آقا کلافه بزن کانالش نمیخواد خیلی باحال من کرد چی شد؟ دوباره نه گوشی ولی امروز قرار شده به کارم برسن گوشی نه این کارو نکن تو قرار شد امروز به هدف و کارات برسی اگه بره تو گوشی دیگه نمیتونی به کارات برسی حالا راست میگی برم به کارم برسم سلام ببین سارا جان دنیا 2 روزه گوشی رو بردار و برو اشغال کن بعدا هم میتونی به کارت برسی ببینم تو دشمنشی یا رفیقشی معلومه که رفیقشم تو دشمنشی که میخوای مانع اشغالش بشی تو داری مانعش میشی که به کارا و هدفاش برسه سارا به حرف اون امول گوش نده به حرف من شیطون بکن همین الان گوشی رو بردار و برو اشغال کن مگه آدم چند بار تو این دنیا میاد ها به من گفتی امول آره تو یک امولی من نمیذاری اون اشغال کنه تو مانع اشغال کنه تو دشمنشی نه بس دیگه بابا خودم دست
تصمیم میگیرم یا به هیچ کدومتونم ندارم. برید کارتون. آقا جان یه دقیقه میرم تو گوشی یه چک میکنم بعدش میام به کارام میرسم. تموم شد و رفت. مامان منم سارا. چی جون توی؟ چرا انقدر پیر شدی؟ حقیقتا 10 سالی میشه موتور رو ندیدم. به چی جون؟ 10 سال؟ چطوری آخه یعنی چی نمیفهمم. حالا خودم دقیق نمیدونم چه کار رفت به چی جان، ولی یک روز دیدم که از اتاق دیگه نیامده بیرون. هرچی اومدم صدات زدم می‌خواستم برات غذا بیارم ولی تو انگار نه انگار همچنان سر تو گوشی بود. من فقط یه دقیقه رفتم تو گوشی. اشکال نداره به چی جان، مهم اینه که الان اومده بیرون موتور درو میبینم. این والپیپرش من داشتم یه زمانی. خنده‌دار نبود خوده. این خنده‌دار باید باشه شاید. میترسم خیلی بده. بسم الله. نه آروم باش. کجا رفت؟ بیا پایین فوتبال. کجا رفت؟ داداش خوشحالی عقیم گوشی آوردی؟ امیر مهدی گوشی آورده. آقای مدیر امیر مهدی گوشی آورده. درود به بهترین معلم جهان. سلام صفحه 26 رو باز کنید. آقا اجازه جلسه قبل گفتید امروز امتحان میگیری؟ خوب شد گفتی با فاصله بشینید امتحان دارید زود.